آشنایی با پیشگامان هوش مصنوعی. این اپیزود اندرو انجی. اندرو انجی یکی از برجسته ترین دانشمندان حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است. او به دلیل فعالیت‌های پیشگامانه اش در آموزش و توسعه این فناوری‌ها شناخته می‌شود. اندرو انجی در 18 آوریل 1976 در لندن متولد شد. اگرچه او در انگلستان به دنیا آمد، اما دوران کودکی خود را در هنگ کنگ و سنگاپور گذراند و سپس برای تحصیلات عالی به ایالات متحده مهاجرت کرد. او دارای دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه برکلی است. او همچنین در دانشگاه استنفورد تحصیل کرده و در آنجا استاد بوده است. و یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه هوش مصنوعی استنفورد بود. اندرو انجی همچنین یکی از بنیانگذاران کورسرا است، پلتفرمی برای آموزش آنلاین که دوره‌های زیادی در زمینه هوش مصنوعی و علوم داده ارائه می‌دهد. او در شرکت چینی بایدو نقش مهمی در توسعه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی داشت. او یکی از افراد کلیدی در پروژه گوگل برین بود که به توسعه شبکه‌های عصبی عمیق کمک کرد. اندرو انجی به دلیل تلاش‌هایش در دموکراتیزه کردن یادگیری ماشین مشهور است. او اعتقاد دارد که هوش مصنوعی باید در دسترس همه باشد و دوره‌های آموزشی او میلیون‌ها دانشجو را در سراسر جهان با این حوزه آشنا کرده است. او معتقد است که هوش مصنوعی می‌تواند زندگی بشر را بهبود بخشد به شرطی که استفاده از آن به درستی مدیریت شود. به جای نگرانی در مورد خطرات تخیلی هوش مصنوعی، او تاکید می‌کند که باید روی فرصت‌های کاربردی و واقعی مانند سلامت، آموزش و اقتصاد تمرکز کنیم.